بله افدام حمیدم و باش بن درباره اپراسیون یا خورد کردن اولهی لگندوار دیرزور نواند راگاندن و چاپمنی هست ده وک هشیاریه که بلاف کر و تیدا اشکره کرده زانین که او کمبونا یا پوزیتیف د ناوبرا هزین سوریه دموکراتیک و انجمن سوریه دموکراتیک و سروکن ایل عربان د عالیه کی دا و نونرنیه امریکا وکه ایثان گولدریچ کو اوجی هفکار جگر وزیر کار در وای امریکا و به جوئل فول کو اوجی سروک فرمانده یا فرمانده یا اپراسیون العزم الصلب لوی در سوریه او کمبونه که پوزیتیف و ایجابی بو ناوند راگاندن چاپمنی هست دا زانین کو د منبر دا کمبونه به وی آوایی هاتنه لدار خستن و دا خازا یا سروک ایل عرب او بو کو اولهی و آرامی نافچه لگندوار دیرزوره بجه ببه و اولهیه و آرامیه که یا بردوام به درباره اپراسیون یا خورد کردن اولهی لگندوار دیرزوره ناوند راگاندن و چاپمنی هست دا زانین کو نافچه یا بسیرا به تمامی هات پاکش کردن و لگرین و شوپاندنا چکداران گند شحیل دا اوجی بردوامه و اوجی دمک نیز دوی به پاکش کردن اپراسیون ها لنافچه زیبان لوی داره بردوام دکه بریارا هزین سوریه دموکراتیک او کو کریار یان او ایریشن یه چکداری کسین یان چکداری هانه کو ایریش دکن چارانو سوان دم مکانیز دا بداوی به اوجی بریار هزین سوریه دموکراتیک جبو خورد کردن اولهیه جبو بردوام کردن اولهیه و آرامیه لگندوار دیرزوره ده هشیاری هزین سوریه دموکراتیک ده هات اشکره کرن کو او تکز دکن کو کسی بناو ابراهیم الحفل کو اوجی یک کسایت یان روسپیه یه ایلا یا عقیدات کو او سدما یا تولهوی و فتنه هانا کو ده گندوار دیرزور ده چه بو هروها او سببا کو به صد هزاران یان به هزاران ولاتین هانا کو یا نشتجین کو جیجی خو کوشبر بون جیجی خو درکتن او سدم بو کو آواهی نیه خدمت گذاری یک ریده ریوبری خسر لگندوار دیرزور کو بین تالان کرون بین دزین ده همان چرچوبه دا ده هندر ایریشنیه بجاهیه چکدارن اپوزیسیون سوریه لگندوار نافچه عین عیسی ایریشه که بجاهی دن هات لدار خستن جهیل چکدارن اپوزیسیون سوری لسر گندوار نافچه عین عیسی او ایریشا یا بجاهی که هات لدار خستن راستی برسفداینا شروان یه انجمن سربازی یا گره سپی هاتن ده انجام و برسفداینا داجی پین چکدار اپوزیسیون هات نکشتن جاره کدن چکدارن اپوزیسیون هول دان کو پشتگیری و لوجستیک جبو هریشکارن یه جاره یکم بشینن ل او هریشن هانا کو چه بون جاره کدن راستی برسفداینا شروان انجمن سربازی یا من بجهاتن و جاره کدن دو چکدارن اپوزیسیون سوریه هاتن کشتن